سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ اومدیم با چند ایردراپ که معرفی کنیم که 100% لیست میشن و بعضی هاشون هم که همین الان هم دارن پول میدن. میخواستیم چند تاشو معرفی کنیم. خب اولیش همین بلوم هستش که میگن که ارزشش خیلی بالاست و هر 1000 توکنش $0.5 ارزش داره. ایردراپ دوم همین پیکسل ورس هستش که دارین میبینین. این تپ کردنی نیست، مثل همستر و تپ سواب تپ کردنی نیست، یعنی نمیخواد روش کلیک کنی، یا ربات میذاری واسه جمع کنه، یا دوستارتو اضافه کنی، یا میری بازی میکنی با بقیه، با دوستات بازی میکنی، پول میگیری. پولی که گرفتی بعد میتونی کیف پولت هم وصل کنی بهش، حالا بای بیت، بینگیکس، بایننس، هر جایی هست. بعد دیگه میتونی لول اپ کنی و اینا، میتونی اینا رو هم بخری. بعد وقتی لول اپ کردی و اینا میتونی بری با دوستات که لول اپ کردن بری مبارزه کنی. بعد هر چی سریعتر تپ کنی بیشتر امتیاز میگیری و زودتر برنده میشی. این قسمت هم که مال رفرال گیری و ایناست. این قسمت هم که مال دیلی کومبو و جایزه های روزانه است که هر روز میاد تو کانالمون میذاریم. دیگه همینه، چیزی خاصی نداره. خب میریم واسه ایردراپ بعدی که یس کوین هستش. یس کوین که همین الانش هم گفتم داره پول میده و با رفرال گیری هرچی رفرال بیشتر بیاری، رفرال گیری هم یعنی همون دوست اضاف کردنه. هرچی بیشتر دوست اضاف کنی $1 بیشتر میگیری. همین قسمتش مثل انگار داری نقاشی میکنی یا رنگ میکنی. وقتی رنگ کنی هم همون سکه رو میگیری. این ربات هم میتونی بخری تا واسط خودش جمع کنه. زیاد چیز خاصی نداره سخت باشه اونجوری. این قسمت هم که همون تسکاشه میتونی انجام بدی، از همینجا هم سکه بگیری. بعد اگر کیف پولت هم بخوای وصل کنی، تون کیپر رو داره که مطمئن خیلی و میتونی بهش وصل کنی. تون کیپر رو اگر نمیتونی وصل کنی تو کامنت ها بنویس تا واسط راهنمایی کنم. قسمت دوم فرندز هستش، یا همون دوستات اضافه کردن، همون رفرال گیری که به گفتم. هرچی رفرال بیشتر بیاری سکه بیشتری جمع میکنی. اگه سکه بیشتری جمع کردی میتونی لول اپ کنی و تپات و مخزنتو لول اپ کنی. قسمت سوم همون بیلد هستش، یعنی همون ساختن. این قسمت اولیه تپ کردنه، میتونی لول اپش کنی. قسمت دوم لیمیتت، مخزنته. قسمت سوم هم سرعت شارژته. قسمت چهارم هم که رباته، میتونی بخریش، لول اپش کنی، ببریش بالا. جایزه های روزانش هم میتونی استفاده کنی، خیلی خوب جایزه میده. این قسمت های بالا هم مال رنگ کاپن. هر چی گفتم دوست بیشتر، سکه بیشتر جمع کنی، رنگت بیشتر میاد بالاتر. زیادی تاثیر نداره، اما تو نات کوین که دیدیم تاثیر داره. میریم واسه ایردراپ بعدی که اسمش هست sex.io power tap. این تپ کردنیه و ربات هم میتونه واسه جمع کنه. تپ کردنیه، مثلا سعی میکنی همش رو تپ کنی، بعد هر فکر کنم 7-8 ساعتی میای تپ میکنی، بعد مخزنتو خالی کردی، این گزینه کلایمو میزنی. وقتی کلایمو زدی یه چند ثانیه وای میسی، وارد بالانست میشه یا همون مخزنت میشه. یه قسمتی داره تسکات، همون تسکا رو انجام میدی. این تسکا رو انجام بدی سکه میگیری. یه قسمتی هستش همین رباتی که گفتم، استارت ماینینگ رو میزنی، ربات شروع میکنه به جمع کردن سکه برات. قسمت آخرم که قسمت رفرال گیری، دوست اضافه کردنه. هرچی دوست بیشتر، امتیاز بیشتر و سکه بیشتر. خب اگر جایزاتون رو گرفتی میتونی لول اپ کنی. الان فرصت داریم، فکر کنم اینا همشون حدوداً یه تا 2-3 هفته دیگه بازیشون بسته میشه، به جز که همین بلوم که فکر کنم 30 تیر لیست میشه. ایردراپ بعدی همستر کامبات هستش که میتونین ماینش کنین و همه جا فرارگیر شده این یه هفته. هم ربات میتونه جمع کنه واسهتون، هم با تپ کردن میتونین جمع کنین.
3 تا گزینه اون بالا هست، یکیش دلی روارد همون جایزه روزانه، یکیش هم همون کد مورس، همون وسطی کد مورس، سومی همون دیلی کامبوه که هر روز تو کانالمون میذاریم. میتونین برین تو دیسکریپشن هستش لینک کانالمون. بعد میرین تو قسمت ماین، میتونین اینا رو ارتقا بدین تا ربات بیشتر واسهتون جمع کنه. مثلا الان من پروفیت من 1,050,000، یعنی هر ساعت 1,050,000 واسم جمع میکنه. این قسمت هم که تسکاتون انجام میدین، این دیلی ریوارده. این هم که قسمت دوستاتون اضافه میکنین. اینجا هم باید وصل کنین کیف پولتون رو. اگر نتونستین تو کامنت ها بنویسین، واسهتون راهنمایی میکنم. این هم کد مورس رو اینجا میزنین که من امروز زدم و تو کانالمون هم هر روز کد مورس رو میذاریم. بعد این 3 تا گزینه، اولیش زبانتونه، دومیش هم که صرافیتون رو میخواین انتخاب کنین، سومیش هم دیلیت اکانته. دیلیت اکانت به درد اونایی میخوره که بخوان اکانت دومی دارن که زیاد استفاده ندارن، بعد میخوان این جایزهای چیزو بگیرن، این اینوایت فرند وانو بگیرن. برای اینکه بخوان بگیرنش این مشکل میخورن، میرن دیلیت اکانت کنن، یه بار دیگه این چیزشون صفر میشه، میریم میزنینشون. ایردراپ بعدی میمی فی هست فکر کنم اگه درست باشه. این هم تپ کردنیه، بعد ربات هم میتونه واسهتون جمع کنه. بعد با ارتقام میتونین سطحتون رو بیارین بالاتر. مثلا من الان تپم 4 اینجا، مخزنم هم 2000 و خورده 2000. بعد اینجا هم که اینا رو ارتقا میدین، این هم که ربات رو باید بخرین، هر فکر کنم 5-6 ساعتی واسهتون جمع میکنه، بعد میایین باید ماینش کنی. اینجا هم که قسمت چیز همون رنگ که مثلا هرچی امتیازت بیشتر باشه رنگت هم بیشتره، لول اپش کنی باز هم رنگت میره بالاتر. و یه گزینه داره همون تسکات رو انجام بدی، اینجا هم سکه جایزه میگیری. بعد اینجا هم قسمت اضافه کردن دوسته، هرچی دوست بیشتر اضافه کنی بیشتر میاد. مثلا لول 1 انقدر جایزه داره، لول 2 انقدر جایزه داره. ایردراپ بعدی اسمش هست ترونیکس. 2 تا ارز رو پشتیبانی میکنه که 2 تاشون هم لیست شدن، یکیش ترون یکیش شیبا. ترون فکر کنم الان 6-7 هزار تومنه، شیبا هم فکر کنم الان 1400 همین طوری هست. بعد یه چند تا تسک داره انجام میدین، جایزه میگیرین شیبا و ترون. یه قسمت هم داره لول اپ، یه قسمت هم داره سند. مثلا یه کیف پولی انتخاب میکنین، کیف پولتون رو میذارین، لینکش رو که گذاشتین سند رو میزنین. فکر کنم حداقل برداشتش فکر کنم 100 ترونه. ایردراپ بعدی تپ سواب که من خیلی بهتون پیشنهاد میکنم اینه. تپ سواب چرا؟ چون یک سکهش با ارزش، 2 احتمال لیست شدنش خیلی بالاتره، 3 قیمتش خیلی بالاتر از، به نظر من خیلی بالاتر از بقیه ایردراپ هست. این تسکا رو انجام میدین، این 3 میلیونر اگه نتونستین بگیرین حتما تو کامنت ها بگین. این قسمت رفرال گیری هم خیلی جایزه خوبی بهتون میده اگر انجامش بدین و دوست اضاف کنین. این قسمت هم که بوستاتون انجام میدین. این قسمت هم که آمار و ارقام تپ سوابه که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. خب اینم کانالمونه که بهتون گفتم میتونین جایزهای روزانه رو باش بگیرین، میتونین برید دنبال کنین. تو دیسکریپشن همه این لینک ها رو گذاشتم و میتونید از دیسکریپشن بردارین. لینک تمامی این ایردراپ ها رو دیسکریپشن گذاشتم، میتونین برین استفاده کنین و اگر از لینک منم وارد شین یه جایزه‌ای میگیرین. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.